امیرالمومنین صدها بیت شعر در مدحش یا مذمتش بت پرستا سرودن. مثلا خاک بر سرتون که یک جوان هاشمی اومد 30 نفر از ابطال شما رو کشت، بعد گفتن کیه؟ باباش کیه؟ یعنی برای اینکه تحریک کنن نیروهاشونو که در جنگ بعدی امیرالمومنین بکشن شعر سرودن. این امیرالمومنین میفرماد که ما در جنگ ها به پیغمبر پناه میبردیم. امیرالمومنین که پناه عالم وجوده، بالای سر حضرت زهرا به پیغمبر عرض میکنه که من وقتی در غم شما نمردم یعنی میتونم غم فاطمه رو هم تحمل کنم. بعد برای اینکه غمش کم بشه پیغمبر پناه میبره. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری. بعد برای اینکه خودش رو درمان کنه به پیغمبر متوسل میشه، عرض میکنه السلام علیک یا رسول الله. خب چه کلیدی بالاتر از این؟ میگه یک غمی وجودتو گرفته که دیگه هیچ راهی نداری، درد بی درمون، راهش سلام به پیغمبره.